مرحله اول التیامه. اول باید درد رو ببینی، نه اینکه ازش فرار کنی. گریه، خستگی، بیحالی اینا دشمن نیستن ها. اینا زخمایی که دارن بسته میشن. مرحله دوم بازگشت به خودته. یعنی چی؟ یعنی اینکه کم کم با خودت حرف بزن. از خودت بپرس چی اذیتت کرد؟ چی میخوای؟ بازسازی از همین سوالا شروع میشه. مرحله سوم ساختن نسخه جدیده. تو دیگه اون آدم قبلیه نیستی. درد تو رو عمیق‌ترت کرده. تو از آتیش رد شدی. تو حالا قراره یه نسخه جدید، یه آدم قوی‌تر از خودتو بسازی.